سلام خدمت شما دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی پست قبلی یه سوالی مطرح کردیم که چرا این لیزرهایی که روی کمانهای چینی بسته میشه برای تیراندازی با تیر کمان سنگی کارایی نداره و یک سری از دوستان زحمت کشیدن برای ما کامنت گذاشتن. میتونم بگم 90% از کامنت ها درست بود در رابطه با دلایلی که مطرح کرده بودن در رابطه با اینکه چرا لیزر کارایی نداره. ولی حالا توی این کلیپ میخواستم دلیل اصلیشو و شاید بگم دلیل مهمش رو خدمتتون توضیح بدم. ببینین، اگر فرض بکنین که این یک کمان باشه و یک لیزری هم حالا روش نصب شده باشه، خط مسیر لیزر یه خط مسیر صافه و چه 50 متر، چه 100 متر، چه 150 متر، این خط یه خط صافه و شما افت مسیر نور لیزر رو نداری. ولی توی تیر و کمان شما از همون لحظه ای که تیر پرتاب میشه، به خاطر بحث جاذبه زمین، به خاطر افت تیری که داره، تیر یه مسیر مستقیمی رو طی نمیکنه و الگوی حرکتش به شکل خیلی ساده مثل الگوی زیر میشه. و دلیل اصلی که شما نمیتونین از لیزر به عنوان یک وسیله هدفگیری استفاده بکنین دقیقا همین هست. خاطر اینکه خط مسیر لیزر یک خط مسیر صافه، ولی خط مسیر تیر شما که از کمان رها میشه یه حالت قوس مانندی داره، اونم به خاطر افت تیر و به خاطر جاذبه زمین هست. حالا یک سری از افراد سوال میکنن که آقا چرا مثلا روی بعضی از تفنگای نمیدونم بادی، تفنگای حالا شکاری لیزر بسته میشه؟ اونا هم افت تیر دارن ولی نه در همون متراژ های اولیه. شاید یک گلوله‌ای که از یک تفنگی شلیک میشه مثلا از 100 متر به بعد، از 50 متر به بعد، حالا بسته به نوع اون تفنگ داره شروع بکنه به افت تیر و طرف لیزر رو برای فواصل کوتاه استفاده میکنه دیگه. تو فواصل کوتاه خط مسیر اون گلوله‌ای هم که از تفنگ شلیک شده صافه و حتی از همون تفنگ هم برای فواصل خیلی دور، البته میگم بستگی به همون تفنگش داره، نمیشه استفاده کرد. ولی در داخل کمان اگر که شما میخواین تیراندازی رو به صورت اصولی کار کنین، به صورت حرفه‌ای کار کنین، لیزر کمکی به شما نمیکنه. یک وسیله که جنبه تبلیغاتی داره، جنبه سرگرمی داره، روی کمانهای چینی استفاده میشه که یک مقداری با ذهن مخاطب حالا بازی بکنه، اونو ترغیب بکنه به خرید کردن، ولی استفاده فنی و حرفه‌ای نداره. شما اگر هر کمانی که میاد دستتون، باید در ابتدای کار کمانتون رو قلق‌گیری بکنین و زمانی که قلق‌گیری کردین میتونین حالا از، اگر کمانتون مگسک داشته باشه، از مگسک استفاده بکنین برای کمان. اگر هم نداشته باشه، خودتون یک نقطه نشان، یک نقطه معیاری روی کمانتون در نظر بگیرین. اگر هم با بحث قلق‌گیری و حالا آموزش تیراندازی و مگسک و این چیزا آشنا نیستین، میتونین پست‌های آموزشی ما رو داخل پیج ببینین. کاملا در 4-5 قسمت از خرید کمان تا مراحل به قول معروف تیراندازی و قلق‌گیری و همه چی توضیح داده شده. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردین. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین.